عزیزان گرامی، موضوعی را که خواستم در این هفته درباره آن در ارتباط آن سخنرانی کنم درباره فضائل توبه می باشد. یعنی اینکه زمانی که یک انسان گناه می کند و یا اینکه گناه از آن صادر می شود، آیا برای آن انسان کدام راهی می باشد و یا خیر؟ یعنی آن انسان کدام راهی دارد که خود را از گناه و از نافرمانی و از معصیتی که در برابر اوامر الله سبحانه و تعالی انجام داده است، آن انسان خود را چی کند؟ پاک کند. بله عزیزان گرامی، زمانی که ما گناه میکنیم، گناه از ما صادر می شود، باید که رجوع به طرف توبه کنیم. الله رب العزت دروازه توبه را به سوی ما باز کرده است. یعنی اینکه زمانی که انسان گناه میکند، در روز قیامت در پیشگاه الله رب العزت 4 شاهد و 4 گواه برخلاف انسان ایستاد می شود و شاهدی می دهد که الله ای بنده تو در فلان روز، در فلان ساعت و ثانیه و دقیقه در سرزمینی تو این گناه را انجام داده است. این 4 شاهد را قرآن عظیمشان به ما صراحتا اعلان کرده است. اول شاهدی که در روز قیامت برخلاف ما ایستاد می شود، شاهدی می دهد اعضای انسان می باشد که الله رب العزت می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آن روزی که دست شاهدی میدهد، پا شاهدی میدهد، گوش شاهدی میدهد، چشم شاهدی میدهد، تمام اعضای انسان در آن روز در پیشگاه الله سبحانه و تعالی شاهدی میدهد. دست میگوید که یا الله، ای بنده تو به من فلان عملی ناشایسته و یا عملی خراب را انجام داده. پا میگوید که یا الله، بنده تو در فلان جا در سرزمینی تو به طرف کار فحشا و منکرات رفت. گوش میگوید که یا الله، بنده تو فلان غیبت، فلان شیطانی را به من شنوید. زبان میگوید که یا الله، ای بنده تو به من غیبت کرد، شیطانی کرد، گپهای له و لعب بیهوده و بیفایده را این زبان استعمال کرد. این یک شاهد است عزیزان گرامی، در پیشگاه الله رب العزت شاهدی میدهد. دوم شاهد و گواهی که در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی ایستاد می شود و شاهدی می دهد برخلاف گناهان ما زمین می باشد. زمینی که امروز در روی کره زمین ما زندگی می کنیم، هر آن کاری را که خواسته باشیم، هر آن کاری که خلاف شریعت باشد، ما در روی کره زمین امروز انجام می دهیم. این زمین در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی شاهدی می دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از نص قرآن کریم ثابت است: یومئذ تحدث اخبارها، روزی که زمین اخبار و حالاتی که در روی کره زمین صورت گرفته است، این زمین در پیشگاه الله رب العزت شاهدی می دهد. مثلا